دوستا راجع به هلت تیپ ما و شما گپ زدیم. پیشتر ویدیو را که به شما من نشان دادم، اگر شما دیده باشین راجع به هلت، راجع به موضوعات صحی همراه شما صحبت میکرد و زیر هر ویدیو که اگر یک نفر میای راجع به موضوعات صحی همراه شما گپ میزنه، 100% او اندایرکتلی یک لینک افیلیت خود دوجا میمانه تا از طریق از او اگر شما میخواین او سرویسیس، اگر او انشورنس پالیسی باشه، اگر او کدام موضوع بیمه باشه، هر چی که باشه، اگر شما او را خریداری میکنید و به او نفر چی میره؟ کمیشن میره. ضروری نیست که هر دفعه شما باید لینک افیلیت خود دوجا برسانین و هو به هو چیزی که افیلیت کدام پروداکت خود شما انجام میتین امور برسانین. نخیر، یگان وقت شما معلومات فرعی را هم دوجا داده میتونین. هر دفعه ما امی افیلیت پشت محکم نمیگیریم که امی افیلیت باشه ما شما دو چینل بیم افیلیت باشه راجع بازو همیش گپ بزنیم. نو، اگر شما در چینل یوتیوب ما بیاین، ما موضوعات مختلف صحبت میکنم، نه تنها امیزون، نه تنها افیلیت مارکتینگ، نه تنها شاپیفای. ما فراتر از این راجع به پیمنت گیتویز گپ میزنم، راجع به موضوعاتی که تجارت آنلاین از افغانستان میشه، کدام اسناد کار است، راجع به این همه موضوعات ما تفصیلی گپ میزنم. راجع به منیجمنت تایم گپ میزنم. راجع به صحبت کردیم که شما پلان 2023 خودت چه رقم جور کنین. راجع به از ما هم صحبت کردیم تا طوری نباشه که یک نفر اگر بیه امی هو به هو امی یک موضوع همیش باشه و خلاص. نخیر، این رقم هم شما نمیکنین. چنل یوتیوب خود یک کمی فراتر از او جور میکنین تا یک موضوعات معلومات فرعی هم دوجا باشه تا که لید زیاد باشه و هر کس که بیاید چنل شما را سابسکرایب کنه. اوکی؟ و همچنان اگر ببینین توتوریال فور اگزامپل فیشن ویدیوز هم خیلی زیاد هستند. به طور مثال بسیاری مردم ها را شاید در تیک تاک شما دیده باشین که یک کریم می باشه، او را به خاطر روی استفاده میکنن، و یا یک هیر برش می باشه او را استفاده میکنن، و یا اگر دیده باشین یک ماسک می باشه او را استفاده میکنن. دیگه دختر خانم او را میبینن و از او انترکت میشن، از او امپرس میشن، بعد از میرن اونا هم او جنس چی میکنن؟ خریداری میکنن. به طور مثال اگر شما این ویدیو را ببینین، اینه دوستا، it's fashion و در این طرف میبینین کل ویدیوهای فیشن است و این هر کس چی میکنن؟ افیلیت میکنن. هم افیلیت از طریق زینا پول به دست میارن، لینک خود میتن، و همچنان چنل یوتیوب خود هم پروموت میکنن. اگر ببینین وریفاید هستن اینا آلموست، و این وریفاید چگونه شدن؟ از طریق این رقم ویدیوها اینا جور میکنن. شاید شما اکسپرت دایی نباشین که این رقم کارا بکنین، ولی شما مانند از دختر اگر میفهمین تنها یک پروداکت سعی کنین، اینه that's it، یک لنز است. اگر ببینین لیتست برایدل میکاپ هر چی که از اگر ببینین این مردم ها می باشه و لینک سوشل میدیا خود هم اینا ایجاد میتن و از طریق از دیگه سوشل میدیا خود هم اینا پروموت میکنن که او را هم سابسکرایب کنن. و این رقم ویدیوها خیلی زیاد هستن که میان میکاپ ویدیو می باشه و یا کدام پروداکت می باشه او را پروموت میکنه. از طریق از چی میکنن؟ هم لید جنریت میشه و هم چنل یوتیوب از هم پیش میره. اگر شما بیاین دوستان میبینین دیگه چی از گیمینگ هم در این زمانه خیلی زیاد بازار گرفته، خصوصا مردمایی که از 16 سال الی 30 سال یا 35 سال مردم هستن خیلی زیاد در گیمینگ شوق و علاقه داره. اگر شما کدام پروداکت شما و یا سرویسز شما سابسکریپشن بیس است راجع به گیمینگ است، دایم هایلی ریکمند میکنم شما گیمینگ ویدیو جور کنید. گیمینگ ویدیو اگر خودتان جور کرده نمیتونید، من زیاد مردم دیدم که باز گیم هستن، من خیلی در عمرم هیچ وقت من گیم نزدم، هیچ نامایش نمیفهمم که تنها خودشان گیم میزنن، ویدیو را ریکورد میکنن و او ویدیو را ریکورد کرده چی میکنن در یوتیوب میندازن و میلیونز هم ویو میگیرن و پایان اگر او گیم اونا به فروش میرسن، لینک امیزون و یا لینک فلیپکارت و یا لینک شاپیفای هر ای کامرس پلتفرم باشه او را میتونن از طریق ازو چی میکنن؟ افیلیت مارکتینگ خود پیش میبرن. به طور مثال اگر این نفر ببینین best gaming laptop in 2023، یک نفر چی است؟ گیمینگ لپتاپ است
و خودتان میفهمین گیمینگ لپتاپ چی است. به خاطر افیلیت مردم استفاده میکنن و اینا چی میکنن؟ گیمینگ لپتاپ ایجا به مردم معرفی میکنن. گیمینگ هدفون از، گیمینگ لپتاپ از. خیلی فکر کنین که طولای هستن، وبسایت های هستن، پروداکت های هستن که در گیمینگ مردم استفاده میکنن. صحیح، شما میتونین گیمینگ ویدیوز ایجا جور کنین، گیمینگ لپتاپ باشه به مردم معرفی کنین، گیمینگ هدفون باشه ایرا به مردم معرفی کنین. از طریق ازی هم خوششان میه، هم شما تشریحات به او داده میرین. هر وقت خود تشریحات دادین، تعریفش کردین، لینک برشان گفتم میتونن در دیسکریپشن است و از طریق دیسکاونت اونا میتونن ای اجناس و یا ای سرویسز اونا چی کنن؟ خریداری کنن. دوستا دیگه بیبی پروداکت است. بیبی پروداکت هم خیلی زیاد به فروش میرسانه و خصوصا مادران کوشش میکنن که هر وقت یک جنس به اولاد، به طفل خرد اونا خریداری میکنن، راجع به او میخوان یک معلومات داشته باشن، ساتسفکشن خود اونا میبینن که ساتسفای باشن که ای به ضررش نیست، ای به کدام عوارض جانبی نداره، به صحتش کدام مشکل نیست. شما میتونین این رقم ویدیو هم جور کنین. به طور مثال اگر این نفر ببینین، ای هم بیبی سوپ چه میکنه، افیلیت چه میکنه. اگر شما ببینین میبینین دوستا، بیبی سوپ. اگر اینجا پایین مین سعی کنین لینک امیزون، میبینین فلیپکارت. هر کس امی رقم خود شما میبینین چی میکنن؟ افیلیت میکنن. این رقم خیلی ویدیو مانند ازی زیاد است. سعی کنین ای خود دیگه شما میتونن اگزکتلی یک جنس به مردم نشان بدین و امو جنس افیلیت شما کرده میتونن. لینک امیزون، لینک فلیپکارت شما در اینجا داده میتونن و مردم میتونه از طریق ازی چی میکنه؟ لینک میکنه به او را خریداری میکنه، بالای لینک شما کلیک کنه. شما میتونین بیبی پروداکت، not only this، هر هزاران پروداکت های هستن، اجناسی هستن به خاطر اطفال که توتوریالش شما میتونین انباکس کنین، توتوریالش به اینجا بتین، فوایدش به مردم بگوین تا از طریق ازی امپرس میشن و مکمل معلومات کامل راجع به از شما داده میتونین برشان. و هر وقت از اینجا ساتسفای شدن، معلومات شما دقیق باشه، اونا درست موضوع شما را گرفته تانستن، بالای لینک شما کلیک میکنن و مستقیم چی میکنن؟ او جنس خریداری میکنن. موضوع دوم دوستا ترافلینگ. خیلی مردم زیاد ترافل میکنن و باور کنین بیلیونز دلار اندستری از ترافلینگ. هر نفر، خود شما هم باشین، اگر افغانستان هستین یا ممالک خارج هستین، دوستای خود دیده باشین، هر نفر که از طریق وبسایت تیکت خریداری میکنه، باور کنین او وبسایت افیلیت وبسایت هستن. ما در درسای بعدی با شما شاید ما در خدمت شما برسانم که او وبسایت هایی که تعال مردم ها خبر نیستن که 20 بار از او تیکت خریداری کردن، اونا فکر میکردن که اونا یک ایجنت هستن، اونا نماینده امو یک طیاره هستن و یا کمپانی هستن. نخیر، در حقیقت او مردم ها چی بودن؟ افیلیت بودن. وبسایت هستن با نام booking.com، با نام چیپ و ایر. این هر دو وبسایت بزرگ جهانی هستن که شما میتونید از طریق ازی تیکت بوک کنین، روم بوک کنین، کار بوک کرده میتونین، موتورسیکل حتی بوک کرده میتونین. هر خیلی زیاد دیگه خدمات هستن که از طریق ازی شما چی میکنین؟ اگر شما این رقم سرویسز به مردم پروواید کنین، دایرکت افیلیت کمیشن شما میگیرین. هر دوست شما که فکر کنین از خارج میایه تیکت خریداری میکنه از امریکا، خصوصا اگر کسی میایه او از یک وبسایت است با نام چیپ و ایر، و هر کس از امو چیپ و ایر وبسایت چه میکنه؟ تیکت خریداری میکنه. در حقیقت او وبسایت افیلیت است. booking.com، من میرم مثالش میتونم دوستا با شما. دوستای booking.com است. اینجا چی نمیشه؟ فلایت پلس هتل است، کار رنتل است، ما چی گفتم، ایرپورت تاکسیس است. این همه خیلی زیاد یک وبسایت کلان است. فکر کنید که بهترین جایا است که پلیسز تو ویزیت است، کدام پکیج شما بوک میکنین. این مکمل وبسایت چی است؟ افیلیت است. از طریق ازی ما چند روز پیش رفته بودم یک دو شبانه روز کدام جای، از طریق ازی ما 40,000 کلدار هندی دادم برای 2 روز. و فکر کنین که از طریق افیلیت لینک ما کسی که ما رفته بودم به او چقدر، من میفهم بالاتر از 5-6 هزار روپیه به او افیلیت اینکم آمده باشه. ما از کجا بوک کردم؟ booking.com. به خاطر که اینجا کلی سهولت ها است. اگر آل ما هم کدام جمع رفتنی باشم در booking.com
هم طیارت بسیار با آسانی از اینجا بوک میشه، هم هتل با آسانی از اینجا بوک میشه و هم ما که کار بوک میکنم از طریق از این کار رنتل میباشه، بسیار با آسانی آیدی خود پیش از پیش از اینا را میتم و هم تا روزی که ما از میدان هوایی بیرون میبریم این کلی چیزا در اوج آماده میباشه. این افیلیت وبسایت است دوستا. شما اگر یک وبسایت دیگر ببینید اینجا چیپ و ایر، هر دوست شما همراهشان یک صحبت کنین از امریکا از اروپا که میایه، دوستا اینا از کجا تکر میکنه؟ چیپ و ایر. It's affiliate website و میلیونز دلار اینا در یک ماه از اینجا پیدا میکنن. کار است، هتل است، فلایت پلاس هتل است، one way ticket است، two way ticket است. هر تیکتی که شما از اینجا خریداری میکنین چه میکنه؟ از این با یا کمیشن میره. سعی کنین این پکیجایش است $362 $508 $580. این رقم پکیجا را که شما با مردم به فروش میرسانین، پکیجای ترافلینگ، باور کنین اگر 10 پکیج در یک ماه شما به فروش برسانین بالاتر از $1500-2000 تنها از این شما پیدا کرده میتونین. همچنان از طریق از شما میتونین که یوتیوب ویدیو جور کنین. اینجا چه نوشته است؟ Top 10 best places in Delhi. این مردم ها هستن top 10 best places به اینجا به مردم نشان میده و هر وقت که شما اینا را خوش کردین پایان افیلیت لینک از او می باشه. از طریق لینک افیلیت از او شما چه کرده میتونین؟ شما میرین اگر کار شما بوک میکنین، اگر هتل شما بوک میکنین، راید اوی چی میشه؟ به او کمیشن میره. دوستان این رقم هم شما ویدیو جور کرده میتونین. باش که اعلان تیر شوه، اعلان دومی است که شما ببینید چه رقم ویدیو جور میکنن. سعی کنید دوستا این هر نفر که است تنها جایا از خلاص با مردم میگه ای جای برین، ای ساعتری است یا کدام جای است، نزدیک ای جای سینما هم است و یا کدام مال هم است. هر معلومات دیگه که باشه شما به مردم راجع به غذا برشان گفتن میتونین که اگر در این جای میرین کدام نوع غذا با شما میته. سعی کنین ایده است این نفر، سعی کنین کدام چیزا رو به مردم معرفی میکنه، کدام ایونت میشه در اینجا، کدام شو میشه، چی اوجه خوشگذرانی از این همه موضوعات شما به مردم گفتن میتونین و اکثر وقت مردم میایین قبل از اینکه کدام جای برن ویدیوهاش میبینن و از طریق ویدیوی شما امپرس شون. ضرور نیست که جدا برن اونا در booking.com یا چیپ و ایر از طریق افیلیت لینک شما کلیک میکنه و از طریق لینک شما اگر میرن اونا کدام پکیج خریداری میکنن با شما خیلی اینکمی زیاد میایه دوستا.